یه وقتایی هم نماز با اون کمرت بزنی بد نیست لااقل تو این روزا آدم باش. یا حسین خانم چیه؟ خانم به تو نمیگم به هر کسی آدرس زنی الان واسه چی پشت اومده اینجا؟ بابا چی میگی؟ من اصلا این مدلی کار نمیکنم. هیچکی اینجا نمیمونه. من و تو میریم تو اتاق میخوابی، تو با من میخوابی، صبح هم که خواستیم بریم با من بلند میشیم میریم. پاشو بریم. وای اگه اینا بدونن حالم خوبه که پرتم میکنن بیرون. حالا چی کار کنم؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. الو بیوشی که لپتاپو کی روشن گذاشته؟ مردم تو شرف و آبرو واسه ما نذاشتی. جمع کنید فسخ و فجورا رو. ای بابا آچه هستن اینجا رو داشته باش. لا اله الا الله. توف برون بیاد بچه چرا احساسات من بازی میکنی آخه یا بابا انقدر نگران نباش، بالاخره حالش اوکی میشه، پا میشه میره دیگه. چیشی پا میشه میره یه نگاه بهش بنداز جلو در همسایه آبرو حیثیت اون میره. چون اگه پدر شما بفهمه چه خشتکی از ما پرچم ژاپن میکنه. بابا حالا الان به جای این حرفا پاشو بریم لباساشو عوض کنیم تو اتاق. چیکار کنیم؟ لباساشو عوض کنیم. استغفرالله ربی و اتوب. خدایا منو اینجوری آزمایش نکنی یا وا خب نه یا حامد پاشو با هم بریم لباس اینو عوض کنیم. بریم باک بر سر حقل بی شخصیتت بکنم. سرشو بگیرن تشو. اوف سنگینم هست. حامد از توی اون ساکه لباس آوردم بده من. اینه؟ آره پاشو بگیر لباسشو در بیاریم. پاشو بگیر بلند کن لباسو تنش کن. چیه؟ وا دیوانه. برو خدا بترس بدبخت. از چند تا دیگه کارت این حرفو گذاشته. حالا کجا میری؟ هیئت. کجا؟ هیئت. شمر تو رو چه به این حرفا؟ تو مگه اصلا اعتقادم داری؟ من ندارم بقیه که دارن. همش قلیون میکشه یا داره ول میچرخه یا میرقصه. وای حسن آقا این دیوونه است به خدا. کیو میگی؟ حامدو میگم. برای چی؟ بهش میگم یه لباسای این دخترها رو تنش کنین دیوونه میذاره میره.
البته بالاخره از اخلاق معنوی و مثبت من هم روش اثر گذاشته، خدا رو شکر. اگه امروز دیگه بلند نشم یه بلایی سرم میارن. خدایی چی کار کنم؟ گوشیمو ریست میکنم. اینجوری نمیتونم شماره داخل گوشیمو پیدا کنم. کجا؟ بابا حسن من بدون رکابی نمیتونم شب بخوابم. نمیدونی دختر تو اتاق ما گرفته خوابیده؟ باشه. بدون رکابیت بخواب لطفا. حسن سیبیلات چجوری اینقدر بلند شده؟ میخوای بهت نشون بدم چجوری بلند شده؟ بلند شده حسن. نه هنوز بلند نشده. باور کن بلند شده.